سلام، چطورین بچه؟ خوش اومدید بدون ویدیو جدید. قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنید حتما به چنل کایکسو سر بزنید و چنل منم لایک و سابسکرایب کنید. لایک و سابسکرایب برای اون، لایک و سابسکرایب برای من. این ویدیو توسط ورزش هاب ساخته شده. حتما بریم به چنلش سر بزنید، لینکش هم تو دیسکریپشن هست. بچه امروز اومدیم با ویدیویی که چیه کایکسو شما داشت توضیح بده عزیزم در مورد این ویدیو. بچه تو این ویدیو قراره چند تا مبارزه های خنده‌دار رو ببینیم، یعنی مبارزه های آزادی که تنهای خنده‌دار داشتن رو جمع کردن و گذاشتن توی این ویدیو و قراره ما بهش ریاکت کنیم و چی دیگه زر نزنم زیاد. تمام شد. خیلی تاثیرگذار بود. توی مورد اول میریم سراغ این مبارزه چاق که بعد از خوردن یه ضربه میاد تا حریف رو بگیره، اما خب چون حالت گیجی داشته شکمش یه وره میره و میخوره زمین. نکن یه ضربه به سرش خورده، گیج شده. آره آمین. تو اون گیجیت میشه. اینجا هم این جناب بوکسور رو میبینید که میخواد یه ورود به رینگ جانانه رو داشته باشه، اما خب از همون اول حسابی گن میزنه. این بدک نبود، یکم بهتر بود. حداقل یکم آره بهتر بود. آره قبلیه به نظرم خیلی چرت بود. توی این قسمت هم این دوتا مبارز رو میبینید که در جریان مسابقه با هم دیگه از رینگ پرت میشن بیرون و گزارشگرها رو حسابی این بده حاجی، ولی اینا خیلی هم خنده‌دار نیست. نه واقعا خنده داره. فکر کنم وسط مبارزه گنگ حالت گنگ گرفتی یا زرت پرت. در اینجا آره این بده. آره از توضیحات قبل مبارزه این داور خوشش اومده که یه ماچ آبدار از صورت داور میگیره و نگاه داور به این بوکسور واقعا جالبه. این بده. وای حاجی خوب. بعد آبی پوش به طرز بامزه ای حریف قرمز پوش رو در آغوش میگیره و اون طرفتر اون رو زمین میذاره. چی شد؟ بریم خونمون. نه من نمیام. که داره وزنکشیشو انجام میده اصلا بهش نمیاد که شوخی های پسرونه رو بلد باشه، اما خب What the fuck؟ مجری What the fuck؟ What؟ حاجی What the fuck؟ چی؟ یاشار جریان این مبارزه پلاستیک محافظ اون جای حساس این آقا از جاش در میاد و از داخل شورتش میفته پایین و این آقا به طرز بامزه ای سعی میکنه شوتش کنه اونور. اون پلاستیک بامزه نیست، اون اسمش کاپه ولی اوکی. توی این قسمت هم این دوتا مبارز در صحبت‌های اول مسابقه روبروی همدیگه قرار میگیرن که فرد آبی پوش میاد و به طرز بامزه‌ای لب‌های حریف رو میبوسه و رو کفری میکنه و جوابش یک مشت مسابقات نمایشی میاد و قرار بود پیراهنش رو در اینجا پاره کنه، اما خب هر کاری میکنه درست موفق به انجام این کار نمیشه که حسابی خنده داره. بله. حالا پیرن تو تونستی جر بدی؟ من یکی دو بار خداییش تست زدم نتونستم. در این جون بوکسور شدن بچه‌های نسل تیک چه فازی داشتم ولی تونستم. خیلی لباسای من سفتن. مسابقات بزرگ همین از اینجور چیزا کم اجر خورد. صداش اومد. توی این قسمت این دختر رینگ رو میبینید که بعد از پایان مسابقه هنوز متوجه نشده که مسابقه تموم شده و تابلوی به چیا؟ به مطمئن نمیخوای بریم آمریکا؟ چرا خیلی دوست دارم. داشت جمع کن بریم. تو اینو ببین. جمع کن بریم. توی این قسمت هم این دختر کشتی کچ. آقا یه بلیط هواپیما. حل گرفتی؟ دو تا خب بگی لاش خور. آقا دو تا بلیط. آها این درستشه. کار بامزه رو میکنه و به جای زدن حریفش خودش رو مورد اصابت قرار میده و این اولین باریه که یک بوکسور یاشارین تویی میزنه. یاشارین تویی. خب یا بزنمت بیا. من عجب آدم حساب کردم. یا بزنمت بیا تا خودزنی میکنی داشت. چون مرسی از اینکه این ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. یاشار تو یه چیزی بگو. می‌خواستی بری داور شی؟ بچه‌ها نکنید جدی، من میخوام یه حرف جدی بگم. خب بگو. بچه‌ها نکنید، به خاطر اینکه ما یوتیوبر خیلی سختی میکشیم و یه دونه ویدیو آماده میکنیم. الان شب ساعت 9 که داریم ویدیو رو میگیریم. آره. و
ادیتش این همه چیز میست واقعا بچه‌ها درد خیلی طول میکشه، خیلی سختی کشید. خیلی بچه‌ها اذیت ما میشیم واقعا. لایک و سابسکرایب برای همین این ویدیو رو شیر کنید که بتونیم ویو بگیریم. آفرین بچه‌ها، حتما ویدیو رو شیر کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، برین واسه کایکسو هم شیر کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید. هر کاری دوست هر کاری میتونین بکنین. دمتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدین. خیلی دوستتون دارم. حرف آخرت هم بزن کایکسو. آقا گود بای، واقعا حرفی ندارم، فقط این کاری که گفتم انجام بده. دقیقاً. خیلی دوستتون دارم. پی